با کدوم سرمایه کسب و کارم رو راه بندازم؟ برای شنیدن جواب این سوال تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سرمایه‌ها دو مدل هستن. یکی سرمایه‌های مالی که ممکنه هر کسی نداشته باشه. دوم سرمایه‌های زمانی که هممون داریم. با صرف پول نمیتونی زمان به دست بیاری. بذار یک مثال برات بزنم. تعداد سالهایی که از عمرت گذشته رو میتونی با خرج کردن پول به دست بیاری؟ قطعا نمیتونی. اما برعکس این قضیه امکان پذیره. یعنی شما با صرف زمان میتونی پول به دست بیاری. زمان مثل یه سرمایه میمونه. وقتی از دستش دادی دیگه قابل جبران نیست. اما برعکسش پول اینجوری نیست. شما در هر لحظه میتونی پولی که از دست دادی جبران کنی. پیشنهادم برای شمایی که از لحاظ مالی در مضیقه هستین اینه که زمان خودتون رو صرف یادگیری مهارت‌های شغلی بکنید. وقتی که شما یک شغل و یک بیزینس که مورد علاقتون هست و یاد میگیرید، کم کم تجربتون بالا میره و بعد میتونید از این تجربه تو کسب و کارهایی که به تخصص شما نیاز دارن استفاده بکنید. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید ازتون ممنونم. به من بگید چه چیز دیگه تو ذهن شما هست که میتونه به این قضیه کمک کنه. کامنتاتون رو پایین بنویسید و موفق باشید.